استقلال و آزادی برای هر یک فردی تاجیکستان ارزش مقدسترین، ثروت گرانبهاترین و سرچشمه سعادت به حساب می رود. امروز به شرافت استقلال دولت تاجیکستان از جانب جامعه جهانی اعتراف گردیده کشور عزیز ما به عضویت کل سازمان‌های با نفوذ دنیا پذیرفته شده است. از این لحاظ قرض انسانی و وظیفه شهروندی ماست که همیشه شکرانه این نعمت بی‌بها را به جا آوریم و آن را چون گهورک چشم حفظ نماییم. رسیدن به چنین روزی با سعادت و در جامعه جهانی حقوق و آواز برابر با دیگر کشورها را نایل شدن آرمان دیرینه خلق ما بود.